مایکروفر، مایکروویو، آون توستر نخر. به جاش این سولاردوم LG رو بگیر که کار مایکروویو، مایکروفر، بخارپز، فر تو کار، آون توستر همه رو برات انجام میده. حتی کار سرخ‌کن رژیمی هم برات انجام میده. دیگه این جارو برقی قدیمی رو نخر، به جاش یه دونه کراسویو بیسل بگیر که هم کار جارو براتون انجام میده روی فرش، هم سرامیک و لامینتتون رو برق میندازه. دیگه این سرخ‌کن رژیمی‌های قدیمی رو نگیر، به جاش بیا گریل سرخ‌کن بگیر که همون کار سرخ‌کن رو برات انجام میده، هم کار گریل. استیک داخلش عالی میشه. دیگه این پلوپز قدیمی ها رو نگیر، به جاش از این مولتی کوکرها بگیر که علاوه پلوپز و آرامپز و بخارپز زودپز برقی هم هست. گوشت تو 45 دقیقه بهتون تحویل میده، اصلا باهاش کله پاچه درست کن. دیگه این قهوه سازای قدیمی رو نگیر، به جاش بیا از این فیلیپسای اتوماتیک بگیر که خودش هم آسیاب رو سرشه، هم فومساز اتوماتیک داره. اصلا این خودش یه تنه یه کافی شاپ کامله. کل این ویترینو نخر، به جاش یه غذاساز 77-78 فیلیپس بگیر که 32 تا کارو برات انجام میده. آب میوه گیری، مخلوط کن، آسیاب، همزن، خمیرزن، پورزن، آب مرکبات، 7 مدل رنده برقی. واقعا دستگاه کامله با موتور 1300 وات. همه اینایی که ما گفتیم تجربه 10-15 سال کار توی لوازم خانگی بود که خدمتتون عرض کردم. شما انتخابتون کدومه؟ همه بخر و نخرا رو ما توی فروشگاه داریم، میتونید به صورت آنلاین یا حضوری خریدتون رو انجام بدید.